چو ابلیس پیوسته دید آن سخن، یکی بند بد را نو افکند بن. ضحاک فریفته ابلیس شد و به یاری او پدرش رو کشت و خودش افسر شاهی بر سر نهاد. ابلیس اما دست بردار نبود، فریبی نو در کار کرد. در خلعت جوان زیبارویی نزد ضحاک رفت و گفت من خالیگر نامدار پاکی هستم و آرزویم بندگی کردن برای شاه است. ضحاک هم از دیدن جوان زیبارو شادمان شد و هم از پیشنهادی که آورده بود. چو بشنید ضحاک بنواختش، ز بهر خورش جایگه ساختش. کلید خورش خانه پادشاه، بدو داد دستور فرمان روا. و ابلیس ضحاک رو به خون و گوشت پرورش داد، نه اینکه بندگی ضحاک رو کنه، که ضحاک رو بنده خودش کرد. ضحاک که فریفته گوشت گاو و بره و تذر و کبک شده بود، به جوان خالیگر که همون ابلیس بود گفت این همه به من نیکی کردی، اکنون اگر تو آرزویی داری به من بگو که برآورده کنم. و ابلیس پست خورشگر بدو گفت ای پادشاه، همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت هستم به نزدیک شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد تا سر کتف اوی، ببوسم بدو برنهم چشم و روی. اولین پاچه‌خوار تاریخ ابلیس بوده. ضحاک که نمیدونست چه فریبی در کار ابلیسه، با شادمانی پذیرفت و گفت ای جوان پیش آی و بر کتف من بوسه بزن. درود بر تو که چنین خواسته زیبایی داری. ابلیس پیش رفت و بر دو کتف ضحاک بوسه زد و ناگهان ناپدید شد. و چه آمد بر سر ضحاک، دو مار سیه از دو کتفش برست. غمی گشت و از هر سوی چاره جست. ضحاک دو مار رو به خنجر زد، اما مثل شاخه درخت دیگر باره رستن. 100 بار به خنجر زد و مارها روییدند. 1000 پزشک آوردند و ضحاک رو دیدند و چاره‌ای ندیدند، تا آنکه ابلیس باز فریب نوعی در کار کرد. در خلعت پزشکی نزد ضحاک آمد و گفت من میدانم که درمان این درد تو چیست. ابلیس بی شرم، ابلیس پست چنین گفت به جز مغز مردم مدشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. نگر تا که ابلیس از این گفت و گوی، چه کرد و چه خواست اندر این جست و جوی. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخته گردد ز مردم جهان. ابلیس میخواست که جهان رو از آدم ها تهی کنه. ضحاک رو فریفت، بر کتفش مار رویید و گفت که باید به مارها مغز جوانان رو بدی تا اینکه مارها بمیرند. اما برنامه ابلیس این بود که جهان از مردم تهی بشه.